خداوندا به سخنان تو گوش نخواهم داد. یا فقط باید مرا خلق می کردی یا فقط اعراب را. گفته شده که این حرفا متعلق به هولاکو خان نوه بیرحم چنگیزخانه. وحشی‌ترین قوم به بغداد حمله کردند و آن را به نابودی کشاندند. برای کشف این حمله مرگبار و ترسناک تا پایان ویدیو با من همراه باشید. خب دوست من، میتونی یه لحظه چشماتو ببندی و تصور کنی یه شهری هستی که پر از کتابخونه دانشمند و فرهنگ عظیمی هستش؟ حالا باز هم میتونی تصور کنی که همه اینها تو یک چشم هم زدن به خاک و خون کشیده بشن؟ آره، دارم درباره حمله هولاکو خان به بغداد صحبت میکنم. آماده اید که بریم تو دل این ماجرا و با هم یه سفر تاریخی و جذاب داشته باشیم؟ هولاکو خان کی بود؟ یک جنگجوی بیره و قوی از مغول‌ها، نوه چنگیزخان. هولاکو خان تصمیم گرفت که بغداد قلب جهان اسلام رو فتح کنه. چرا؟ چون میخواست قدرتش رو به همه دنیا نشون بده. رفقا، اینجاست که داستان ما شروع میشه. در ایران چو شیر ژیان گشتن، به بغداد تاختن و جان کشتن. عزیزان، اگر دارید از این ماجرا لذت میبرید، حتما همین حالا کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که ویدیوهای بیشتری از دست ندهید. مغول‌ها به بغداد رسیدند. خبر رسید مغول‌ها دارن میان. مردم بغداد ترسیدند و به فکر فرار افتادند. مغول‌ها انگار مرگ رو با خودشون به همراه می آوردند. صدای پاهای اسب‌ها و فریادهای وحشتناک توی کوچه‌های بغداد پیچیده بود. سپاه مغول زره آمده به پیش، به بغداد تاختند چون باد تیز. وای وای، هر کی میتونست فرار میکرد. بقیه هم توی خونه هاشون پناه میگرفتن. شب و روز نمیدونستن چه اتفاقی قراره بیفته. وحشت و اضطراب همه جا رو فرا گرفته بود. برسوی مردم در اضطراب، بغداد با آتش فرو شد در خواب. دوست من، اگه شما هم علاقه دارید از تاریخ‌های هیجان انگیز بیشتری مطلع بشید، نظرتون رو برامون بنویسید که دوست دارید درباره چه موضوعی بیشتر بدونید. و بالاخره اون روز رسید. مغول‌ها با تمام قدرت و بیرحمی به بغداد حمله کردند. آتش و خون همه جا رو فرا گرفته بود. خلیفه عباسی و تمام مدافعان بغداد نمیتونستن جلوی این فاجعه رو بگیرن. سپاه مغول چون شیر ژیان، بغداد را گرفتن با تیغ و کمان. خب عزیزای دلم، با سقوط بغداد دوران طلایی عباسیان به پایان رسید. کتابخانه ها سوختند، دانشمندان کشته شدند و یک تمدن بزرگ نابود شد. این لحظه ای بود که تاریخ برای همیشه تغییر کرد. بغداد فرو ریخت در باد و خاک، نامش بماند در دلها به تاب. خب بچه ها، این بود داستان سقوط بغداد به دست هولاکو خان. امیدوارم از این سفر تاریخی با هم لذت برده باشیم. اگه دوست دارید بیشتر از این لحظات تاریخی مطلع بشید، حتما کانالمون رو دنبال کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. تا ویدیوی بعدی، بدرود رفیق.